خبرنگاران به نشست خبری رئیس ناحیه خوالینگ آماده می شوند. اما پیش از آغاز آن فیض‌الله حسین زاده رهبر دستگاه رئیس ناحیه به خبرنگاران اجازه پخش مستقیم یا ثبت با تلفن را نمی دهد. این باعث بحث می شود. خبرنگاران از او می پرسند که این ترتیبات را کی و کی جاری کرده است. نوار پوشد خیلی نزدیک بعد رئیس داریم نوارا میتونستم تو کدو است تو را گرم کجا در گفتگه خیلی مدرسون کردی در نزدیک بعد در بولوی میبرد هم ترک باید مسئله دیم قطعی ما یک کجا در گفتگه ممکن است شما گفتن ممکن است کجا ممکن است خبرنگاران از نشست‌های وزارت و اداره‌های جمهوری یاد آوردند که در آن ده‌ها خبرنگار با تلفن پخش مستقیم انجام می‌دهند. این هم نشست وزارت معارف و علم است که در نزد وزیر 3 تلفن موبیلی نشست را ثبت و پخش مستقیم می‌کند. نه تنها این حالت در وزارت معارف بلکه وزارت کارهای داخلی دیده شد. با وجود این دلیل‌ها فیض‌الله حسین زاده گفت که با تلفن‌های شخصی گرفتن نوار اجازه نیست. محترم همین دستگاه شخصی هر یک آدم است. شما اگر کامیرا می‌داشتید نوار می‌کردید من اون کار نمی‌گفتم. با دستگاه شخصی در بالای میز کاری رئیس در نزدیک کامیرا پر نوار کردن در گرفتن ممکن نیست نمیشه. همین دستگاه می‌داشتید دستگاه نوار برداری همین 6 دستگاه نوار برداری اون کار نگفتیم. نه با دستگاه شخصی ممکن نیست نوار برداشتن. این نشست با همین گونه فشارآوری و نیم ساعت نشست خبری با خواندن حسابات گذشت. خبرنگاران هم گفتند که مجیدی مهتدی رئیس خوالینگ پیشتر از نشست‌ها فرار میکرد. اکنون ترتیبات نو جاری میکند. نشست‌های خبری منصبداران از سال 2005 با یک امر پرزیدنت در هر 3 ماه جاری شده از سال 2011 به این سو هر 6 ماه برگزار میشود. حالا در وزارت و اداره‌های تاجیکستان موافق این امر نشست‌های خبری جریان دارد. خبرنگاران هم سال از سال گله دارند که نشست‌های خبری کم رنگ تر می شود. حتی برخی رهبران به نشست‌های مطبوعاتی نمی آیند. اکنون در برخی از آنها فشار به خبرنگاران مشاهده می شود. محمود جان رحمتزاده، آزادی، خوالینگ.